سخنهای همین مرد بزرگا لیدر تاجیکای روی دنیا را پیشوای ملت تاجیکان میشنویم و حلاوت میبریم. و کسی غرور ملی داره، کسی که وطنش دوست میداره، کسی که ناحیه‌اش دوست میداره، کسی که دهه‌ای که به دنیا آمده دوست میداره، من باوری دارم او دیدش میبره در همین گپای پیشوای ملت. اینا گوش کنید. ایران خدا برای ما تاجیکا دیده و نظر کرده و پیشوای ملت برای ما داده. خداوند 1000 سالش کنه و در بالای سری ما تاجیکا سایبان باشه. اینا برای آبادی هر یک دیار و هر یک ناحیه اینا پیشوای ملت ما چنین سخنو میگه. ما باوری دارم که مردم یوون دا بسیار میبینم. اینا طرفای دههای سنتودا و دیگر رایگان طرفای غرب بگیریم، طرفای خوجند بگیریم، همه تاجیکستان دا درجه عالی دا آبادانی رفته است. به پیش همه وقت آباد باشیم و آبادکار باشیم، آباد کنیم. خدا نگهبان همون گوش میکنیم پیشوای ملت. ولایت‌ها، شهر نایات، ساختار و مقامات‌ها باید از این کار یکم که ما هراس نداشته باشیم. دویمش که کار نوشتگی در دنیا نیست. تکیه به صاحب کارا در یک جایگی می شود. هر یک گوشه کنار مملکت را آباد کرده، تازه آزاده کرده. مخصوصاً من در جلسه آخری حکومت سپارش دادم با در نظر داشت قبول قانون نو درباره استفاده قوه برق و با در نظر داشت اوضاع جامعه جهانی ما هیچی را پیشگویی کرده نمیتوانیم. یگان سیاستمدار پگاه چی واقعه را میدید. برای همینم از حال و احوال هر یک عائله در آمده هم قانون را شناس میکنید، امضا میکنید، هم نزد حولیگی را میبینید، هم جای اقامتش را میبینید، جای زیستش را میبینید، خانه کاشانش را میبینید. هم سپارش میتید خانه و در خودش به ترتیب در آورد. همین طور محل دهاتی خودش، شهرکی خودش، ناحیه خودش تازه و آزاده کرده میتونیم. این مبلغ زیاد در کار نیست. این آداب است، مدنیت است. این یک چیزی معمولی باید باشد. در فرهنگ ما همین طور است. من به همه همین باید نگاه کرده. آنهایی که با طریق انتخابات شدن، آنهایی که من تعیین کردم، آنهایی که امروز مرازگی دادن به حیث معاون اولی رئیس مجلس، معاون رئیس، یا که وکیل مجلس ملی، این باعث افتخار است. این بازپس گرداندن در کار با مردم. وظیفه من برای گذشتن گرانیسا، نفرانی که در مسکو میخوان که گرانیسا گذارن، این رقمای شرکت موحدین برای گذشتن گرانیسا. خداوند نگهبانی همه مردم غریب.